رفقا سلام، به همایش رود کلاب خیلی خوش اومدین. همایش یک روزه جمع‌بندی دروس علوم پایه. ما اینجاییم که امروز با هم دیگه درس ویروس شناسی رو بررسی کنیم، ببینیم که آیا میتونیم نکاتی رو خیلی خلاصه، خیلی اجمالی بررسی کنیم برای اونایی که بلخص درس نخوندن و اونایی هم که احتیاج به یه مرور خیلی سریع روی درس ویروس دارن. بگذاریم تا آخر این ویدیو همراهمون باشین، چون آخر این ویدیو چند تا هدیه بسیار جذاب و جالب براتون داریم. با ما باشین. خب درس ویروس رو شروع کنیم و قبل از اینکه بررسی کنیم سوالات دوره‌های اخیر رو میخوام که به این نکته توجه کنیم که رفقا در علوم پایه پزشکی معمولاً سوالی نمیاد مگر اینکه نکتهش قبلا اومده باشه. پس خیالتون راحت باشه، اگر هیچی از ویروس نخوندی، اگه میخواستی ویروس رو حذف کنی، چون میفهمم میپذیرم که درسیه به شدت حفظی و اکثرتون این وسوسه رو دارین که برای 5 سوال ارزشش رو نداره، ولی میخوام بگم که نکاتی رو میتونیم با هم مرور کنیم که به راحتی سری سوالات رو باش جواب بدین. پس سوالی نمیاد مگر اینکه نکتهش قبلا اومده باشه. خب بریم سراغ سوال اسفند 1403. بیماری پلی آرتروید نودوزا. بچه من سوالو میخونم، خودتون هم کمی بهش فکر کنید. بیماری پلی آرتروید نودوزا با کدام ویروس مرتبطه؟ هپاتیت A، B، C و E. این مصیبت رفقا. اگه بخواید سر آزمون به این فکر کنید که بیماری پلی آرتروید نودوزا چی بود؟ با کدوم هپاتیت بود؟ پس بیاید نکتهشو بهتون بگم. خب بیماری پلی آرتروید نودوزا با هپاتیت B در ارتباطه. ولی خب چی یادمون بمونه، اول بدونیم که پلی آرتروید نودوزا چی هست رفقا. احتمالا از ترمینولوژی یادتون هست که وقتی پسوند ایت میاد، یعنی پلی آرتریتیس، یعنی یه التهابی داریم. اوکی، پس پلی آرتروید نودوزا یه بیماری التهابیه، همینو بدون و توجه کن که بیماری کلا درس ویروس رو درسی نیست که شما بخواید با لکچر با توضیحات حفظ کردن جوابشو بدین. به سری نکات خلاصه و اجمالی احتیاج دارین که بتونید یه سری سوالات رو باش جواب بدین، ولی به شما نمیگن که پلی آرتروید نودوزا چیه، 4 تا گزینه بهتون بدن، اصلا از این خبرا نیست. ولی اینو در پس زمینه ذهنتون باید بدونید یا آقا پلی آرتروید نودوزا یه بیماری التهابی عروقه که از اسمش هم مشخصه دیگه، واسه التهاب آسیب به دیواره عروق خونی کوچیک و متوسط میشه، اصلا مهم نیست. این التهاب میتونه باعث ایجاد آنوریسم یا برآمدگی و تنگی عروق بشه که حالا در ادامه در بالی میفهمیم که آقا آنوریسم هر لحظه میتونه بهتره که پس تهدید کننده حیاته. تحقیقات نشون میده که پلی آرتروید نودوزا با عفونت مزمن ویروس هپاتیت B ارتباط داره و در واقع حدود 10 تا 30% از بیماران مبتلا به پان عفونت مزمن هپاتیت B هم دارن که به نظر میرسه این ویروس هپاتیت B میتونه واسه ایجاد کمپلکس های ایمنی مجموعی از آنتیژن و آنتیبادی تو خون بشه که این کمپلکس ها میتونن تو دیواره عروق خونی رسوب کنن و باعث التهاب و آسیب بشن. از کل این اسلاید چی باید بلد باشی؟ پان با هپاتیت B ارتباط دارد. تمام، همینو بلد باش. خب یه نمودار خیلی باحالی با هم بررسی کنیم که یه مقدار ذهنتون منظم بشه. هپاتیت های سری علائم خارج کبد دارن، اکثرشون کبد رو درگیر میکنن، ولی یه سری علائم خارج کبدی دارن که خیلی مهمه. هپاتیت B واسکولیت نکروزان میده، جایی شنیدی تعجب نکنی، اسم دیگه پلی آرتروید نودوزا. گلومرولونفریت رو داریم که علت احتمالیش هم که گفتیم کمپلکس های ایمنی در گردش خونه. یه بیماری داریم در هپاتیت B به نام سرم سیکنس لایک پرودروم حالا هرچی که علامش تب پلی آرتریت بصورت پوستیه. مهمه؟ اصلا مهم نیست. در HCV مزمن کریوگلوبولونیمی مختلط داریم، گلومرولونفریت داریم، علائم خارج کبدی هم که در هپاتیت آ نادره. آقا از کل این اسلاید همه رو بریز دور، فقط بگو پنبه. بگو پنبه. پس اگه یه سوالی مثل این دیدی، بیماری پلی آرتروید نودوزا یعنی PAN با کدوم ویروس مرتبطه، تو فقط میگی پنبه. بگو
به خدا نگی نمیرم اسلاید بعد. بگو پنبه. بگو پنبه. بچه تکرار نکنید یاد نمیگیرید. پنبه. پس اگه به شما گفتم بیماری پن یا پان با کدوم ویروس مرتبطه میگی پنبه. تمام. سر آزمون کنید فکر نکن که آ بود سی بود ای بود. پنبه. باریکلا. همه ویروس های زیر در دسته آربو ویروس ها ویروس های منتقل شونده از طریق بندپایان محسوب میشن به استثناء ویروس تب دانگ، ویروس تب لاسا، تب نیل غربی و ویروس تب زرد. رفقا میخوام بگم که اگر کلن واژه تب دیدی در ویروس، اول به آربو ویروس ها فکر کن. آربو ویروس ها عموما از طریق پشه منتقل میشن مگه خلافش ثابت شه. پس اگه واژه تب دیدی باید به آربو ویروس فکر کنی. آربو ویروس هم همون پشه ها در اکثر اوقات. اوکی، پس واژه تب دیدی به پشه فکر میکنی مگر واژه لاس بشنوی. ببین ویروس تب دنگی از طریق پشه منتقل میشه یا آربو ویروس. ویروس نیل غربی از طریق پشه منتقل میشه که خودم بازم یه آربو ویروسه. ویروس تب زرد از طریق پشه منتقل میشه، بازم یه آربو ویروسه. اما تب لاسا، اصلا کلمه لاس شنیدی باید به این فکر کنی که یه موجودی هست لاس میزنه پشه میزنه میره. اوکی. اما تب لاسا از طریق موشهای آلوده، از طریق تماس با ادرار یا مدفوع موش آلوده به انسان منتقل میشه. پس آربو ویروس نیست رفقا. واژه لاس شنیدی بدون پشه لاس نمیزنه، پشه میزنه میره، تمام، بزن در روه. اما لاس شنیدی اون موشایی هستن که در محل زندگی انسان میمونن، یه سری خرابکاری میکنن. و پس یه جمع‌بندی کنیم. تب شنیدی اول به پشه فکر میکنی و آربو ویروس. همین، هیچی از ویروس بلد نیستی. تب شنیدی اول به پشه فکر میکنی و آربو ویروس. کلمه لاس شنیدی میگی آقا این دیگه پشه نیست دیگه، پشه ها میزنن در میرن. پس این موشه. یه بار دیگه بررسی کنیم. رود کلاب هم که حتما فالو دارین، به چنلمون حتما سر بزنید. خب یه پسر بچه‌ای در اردوی تابستونی مبتلا به سویمینگ پول کنجکتیویت شده. ابتلا به کدام ویروس محتمله؟ هرپس تایپ 1، انترو، آدنو، پولیو. واقعا سر آزمونو مطمئنم که شاید یادت نباشه. خب یه پسر بچه‌ای با این مشخصات اومده که آقا گفتن آقا اردوی تابستونی کنجکتیویت گرفته. کنجکتیویت برای اونایی که نمیدونن التهاب ملتهمه و التهاب چشمه. بازم آیتیس داره دیگه، التهابه. یه پسر بچه در اردوی تابستونی این بیماری رو گرفته. کدام ویروسه؟ آدنو ویروس. چجوری یادمون بمونه بین این همه ویروسه که داریم؟ بگو رفتی سقف. بگو آدنو. رفتی سقف. I don't know. اوکی. برای اونایی که لهجه‌اش کم بگو رفتی سقف. I don't know. رفتی سقف. بگو رفتی سقف. بگو I don't know. پس اگه بیماری استخ شنیدی این رمز یادت باشه. رفتی استخ I don't know. اوکی. آدنو ویروس. استخ شنیدی یاد این رمز میافتی. رفتی استخ I don't know. حالا خیلی خلاصه آدنو ویروس ها گروهی از ویروس ها هستن که میتونن باعث طیف وسیعی از بیماری ها از جمله عفونت تنفسی، چشمی، معده روده‌ای و حتی بیماری ادراری تناسلی بشن. خب اصلا مهم نیست. یکی از شایع‌ترین عفونت های ناشی از این ویروس ها التهاب ملتهمه است که همون کنجکتیویت که به دلیل شیوع اون در استخوان شنا میگن آقا سویمینگ پول کنجکتیویت. یارو میره استخر بعد میاد چشا قرمز، التهاب، ترشح. که این نوع التهاب ملتهمه معمولا با علائمی مثل قرمزی چشم، اشک‌ریزی، ترشحات چرکی، حساسیت به نور، احساس وجود خارجی در چشم همراه و انتقال این ویروس هم از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده است که همون اشک، ترشحات بینیه و از طریق تماس با سطوح آلوده و آبهای آلوده مثل استخوان شنا. آقا اینا اصلا مهم نیست. هیچی از ویروس بلد نیستی، نخوندی، احتیاج به مرور داری. رفتی سقف. بگو I don't know. رفتی سقف I don't know. پس اگه بیماری استخ شنیدی گفتن کدوم ویروسه بگو رفتی سقف I don't know. اوکی. ژن پل در رتروویروس ها عامل بیان کدام پروتئینه؟ رفقا به خدا شما اگه بدونید ژن پل یا این آنزیم ترانسکریپتاز معکوس اینا چی کار میکنن اصلا دیگه یادتون نمیره.
اوکی، ژن پل در رتروویروس ها عامل بیان کدام پروتئین زیر پل اسمش. اوکی، یعنی بعد تصور داشته باشی که شاید واقعا یه ارتباطی بین این ژن و اسمش وجود داره. اوکی، پس بیا ما هم بررسی کنیم. ژن پل در رتروویروس ها با ترانسکریپتاز معکوس در ارتباطه، یعنی ژن پل این پروتئین رو برای ما بیان میکنه. ژن پل در رتروویروس ها عامل بیان پروتئین ترانسکریپتاز معکوسه. حالا این آنزیم ترانسکریپتاز معکوس چیکار میکنه؟ RNA ویروس رو میخواد به DNA دو رشته‌ای وصل کنه. فرض کن که تو دو تا رشته، یه رشته داری، الان قراره بشه دو تا رشته، بین اینا چی لازمه؟ یه پل لازمه دیگه. اوکی، پس ژن پل قراره یک پلی بزنی از یک RNA تک رشته به یه DNA دو رشته. خیلی سختش نکن. اگه ترانسکریپتاز معکوس شنیدی، یعنی قراره یه رشته‌مون بشه دو رشته، بینش چی میخوایم؟ پل میخوایم. پس ژن پل ژن پل همچنین پروتئین‌های دیگری مثل پروتئاز و اینتگراز رو هم کد میکنه. گوشه ذهنت داشته باش. GP120 GP41 گلیکوپروتئینی هستن که توسط ژن انولوپ ENV، اسمش روشه دیگه، انولوپ، پوشش روی اون ویروسا و بیرون زدگی روی پوشش ذره رو شکل میدن. اوکی، پروتئین مرکزی هم یا همون کور پروتئین توسط ژن گگ اصطلاحاً برای اونایی که گگ، اگه یه چیزی رو هستش بخوری چی میشه؟ گگ. اوکی، حالا بگذاریم از کل این اسلاید چی رو قرار یادت باشه؟ ژن پل همونی بود که بین یه رشته و دو رشته پل میزد، RNA تک رشته رو میکرد DNA دو رشته. حالا یه سری کارهای دیگه هم میکرد، مهم نیست. گلیکوپروتئین دیدی، ژنش انولوپه. پروتئین مرکزی هم دیدی، به این فکر کن که یه چیزو با پسته بخوری. اوکی، ژن گگ. بریم تست بعدی. همانندسازی کدام ویروس وابسته به فاکتورهای اختصاصی در سلولهای اپیتلیال متمایز شده اپیدرمه؟ آقا همانندسازی کدام ویروس در اپیدرمه؟ این مهمه. یعنی کدوم ویروس به سلولهای پوست ما، به سلولهای اپیدرممون حمله میکنه؟ پاپیلوما. اصطلاح رایجش همون HPVه که احتمالاً شنیدید. یه توضیح خیلی رایج و خیلی کوتاهی داشته باشیم راجع به HPV که پاپیلوما ویروس یه ویروسیه که به سلول اپیتلیال پوست و مخاط حمله میکنه. برای همانندسازیش به فاکتورهای اختصاصی در سلول اپیتلیال متمایز شده اپیدرم نیاز داره. اوکی. HPV میتونه باعث ایجاد زیگیل و بعضی سرطان‌های مرتبط با اپیتلیوم بشه. اوکی؟ یه نکته داشته باشیم بچه ها، شایع ترین تیپ HPV یا پاپیلوما 16 و 18 که از همشون هم خطرناک تره. همین نکته 6 بار در همه آزمون شما اومده. چرا دوباره نیاد؟ یادمون باشه هیچ نکته ای نمیاد مگر اینکه قبلش نکته اومده باشه. پس شایع ترین تیپ HPV چیه بچه ها؟ 16 و 18. اینو داشته باشیم. خب یه جمع‌بندی از انواع تایپ HPV داشته باشیم که آقا گفتیم 16 و 18 پرخطرن، خطرناکن، مسئول بیش از 70% سرطان گردنه رحمن. نوع 16 شیوع بیشتری داره، ارتباط بالا با کارسینوم یا همون سرطان گردنه رحم و حنجره و مری داره. نوع 1 برای زیگیل کف پا، نوع 2 4 27 57 برای زیگیل معمولیه. حالا منظورش از زیگیل معمولی چیه؟ پوست و خوشخیمه. نوع 7 زیگیل دست قصابای. بچه این نیومده ها، احتمالش هست که امسال سال امتحانتون باشه، اصلا تا حالا توی امتحاناتتون نیومده و به نظر میاد که چشمک میزنه برای طراحی که میخواد سوال جدید بده. نوع 7 زیگیل دست قصاباه. ممکنه شما که عامل زیگیل دست قصابان توسط کدام نوع ویروس HPV کد میشه یا همانندسازی عاملش کدومه؟ و تو میگی با دست قصابا چی بود؟ 7. اوکی؟ 7. نوع 6 و 11 نوع کم خطرن، اصلا گول علامش رو نخونین. کندیلومای مقعدی تناسلی آدم وحشت میکنه اینو میشنوه. پاپیلومای حنجره‌ای، دیسپلازیا، اینترا اپیتلیال نوپلازی ولی کم خطرن و خوشخیم. درگیری حنجره معمولا در نوزادان و به هنگام عبور از کانال زایمان مادر مبتلا به زیگیل تناسلی. از کل این اسلاید، از کلش فقط میخوام این دوتا رو بلد باشید. 1 آقا نوع 16 و 18 پرخطرن،
عدد بالایی ها پرخطرن، عدد پایینی ها 6 و 11. ببین این دوتاشون شایعن ها، چه 16 و 18 چه 6 و 11 دوتاشون شیوعشون بالاه. 16 و 18 شایع پرخطران، 6 و 11 شایع کم خطران. این دوتا رو هم بلد باش، بذار گوشه ذهنت باشه. نوع 1 زیگیل کف پا میده، نیومده، احتمالاً سال امسالتونه. نوع 7 زیگیل دست قصابا. اوکی؟ پس همانندسازی کدام ویروس وابسته به فاکتورهای اختصاصی در سلول اپیتلیال متمایز شده اپیدرم؟ پاپیلوما ویروس. آقا اگه بهت گفتن همانندسازی کدام ویروس در اپیدرم، بی برو برگشت HPV، پاپیلوما ویروس. اگه بهت گفتن گانگلیون سلول عصبی، هرپس. اوکی؟ هیچی بلد نیستی از ویروس، این دوتا رو بلد باش. اگه گفتن کدوم ویروس به اپیدرم حمله میکنه، میگی پاپیلوما. اگه گفتن کدوم به گانگلیون سلول عصبی حمله میکنه، میگی هرپس. خب یه مروری بکنیم همین چند تا نکته‌ای که در اسپند اومده بود. آقا گانگلیون سلول عصبی دیدی، به هرپس فکر میکنی. اپیدرم دیدی، به پاپیلوما فکر میکنی. نوع 16 و 18 خیلی بدن، پرخطرن، پیشاگهی بدی دارن، عوارض بدی دارن. و نوع 6 و 11 نوع کم خطره. عدد بالایی ها پرخطرن، عدد پایینی ها کم خطرن. نوع 1 کف پا، نوع 7 قصابا. ژن پل چی بود؟ قرار بود RNA تک رشته رو بکنه، DNA 2 رشته. پس اسمش هم منطقیه دیگه، ژن پل ترانسکریپتاز معکوس رو بیان میکرد. رفتی سخت؟ بگو. رفتی سخت؟ بگو. I don't know. رفتی سخت؟ I don't know. اوکی؟ پس اگه بیماری سخت شنیدین بگو I don't know. آدنو ویروس. تبدیدی اول به پشه فکر میکنی و آربو ویروس، مگر اینکه واژه لاس بشنوی. گفتیم آقا پشه میزنه میره، پشه لاس نمیزنه، پشه بزن در روه. پس کلمه لاس شنیدی به موش فکر میکنی. موشا تو محل زندگی ما لاس میزنن دیگه، میمونن میرن خرابکاری میکنن، کثافت کاری. بیماری پان یا پن شنیدی، میگی چی؟ میگی پنبه. بگو پنبه. بگو پنبه. اوکی؟ بیماری پن شنیدی، میگی پنبه. نشین سر امتحان فکر کنی که آ بود، بی بود، سی بود، ب بود. اوکی؟ پنبه. بگو پنبه. تبریک میگم، ما اسفند 403 آره اسفند 403 رو با هم دیگه مرور کردیم. خب رفقا، من میخوام که یه 60 ثانیه‌ای با هم استراحت کنیم و تو این 60 ثانیه ازتون میخوام که به این فکر کنید که بابت چه چیزهایی سپاسگزاریم در زندگیتون، چون عمیقاً سپاسگزاری با یادگیریتون، با سروتونینتون، با دوپامینتون در تماسه. میدونم الان مضطربین، میدونم که حال خیلیاتون شاید خیلی هم خوب نباشه، اما میخوام این فرصت رو به خودتون بدین که بابت چیزهایی که همین الان دارین و اگر نداشتین بابتشون حسرت میخوردین، خدا رو شکر کنین. بذارید من بگم، من سپاسگزارم که امروز زنده‌ام، نفس میکشم، فرصتی دارم که به شما بچهای عزیزم کمک کنم امتحانتون رو پاس کنید. سپاسگزارم که توانایی خلق دارم، سپاسگزارم که سالمم، میتونم فکر کنم، تصمیم بگیرم، منظم باشم و سپاسگزارم که هنوز زمان دارم. خب بریم سراغ درسمون. کانال ما رو هم که حتما دارین، رود کلاب. خب بریم سراغ سوال شهریور 403. مکانیسم عملکرد داروی اوسلتامیویر کدامه؟ بچه اینجا یکم سوال بالینیه ها، ولی واقعا این که میگم علوم پایه به بالین ربطی نداره، باور کنید که اینو کسی به شما میگه که علوم پایه رو خیلی خوب نفهمیده، قطعا تاثیر داره. مکانیسم عملکرد داروی اوسلتامیویر که در آنفولانزا میدیم روی کدوم آنزیم اثر میذاره؟ نور آمینیداز. چرا؟ بیا ما هم بریم بررسی کنیم. ارتومیکسو ویروس خانواده آنفولانزا است. بیا یک بار برای همیشه آنفولانزا رو جمع بندی کنیم. بده بره. اوکی، هیچی نخوندی، همین نکات رو بلد باش، برو.
این 6 تا نکته. آرنه تک رشته قطعه اسم دیگهش سگمنت شنیدی؟ یاد آنفولانزا میفتی، یاد ارتومیکسو ویروس میفتی. نوکلئوکپسید مارپیچ دیدی؟ یاد آنفولانزا میفتی. بازآرایی ژنتیکی نوترتیبی یا ری اسورتمنت دیدی؟ یاد آنفولانزا میفتی. سندروم ری دیدی؟ یاد آنفولانزا میفتی. بچه همین اینکه سندروم ری میده آنفولانزا 4 بار توی آزمونتون اومده. چرا نباید این 6 تا نکته رو بلد باشی؟ 6 تا نکته بلد باش، 26 تا تست رو باهاش بزن. چرا باید بری کل ویروس رو بخونی؟ چند روز مونده به آزمونت. اینو ببین، این نکات رو بردار، برو. اوکی؟ آرنه تک رشته قطعه دی یاد آنفولانزا میفتی. نوترتیبی، بازآرایی ژنتیک ری اسورتمنت شنیدی؟ یاد آنفولانزا میفتی. سندروم ری دیدی؟ یاد آنفولانزا میفتی. درمان اوسلتامیویر، این درمان مبتنی بر اوسلتامیویر که به آنفولانزا میدیم تو بالین بعدن یاد میگیرین. مهمه که در 24 و 48 ساعت اول شروع علائم تجویز بشه که بیشترین اثرش رو داشته باشه، به خاطر خاصیت نورآمینیدازیشه. یعنی با مهار آنزیم نورآمینیداز به ما کمک میکنه. بچه ها این نکته 3 بار اومده بود. از طریق هم آگلوتینین به سلول میزبان متصل میشه. آقا آنفولانزا توسط چی وصل میشه؟ بگو. هم آگلوتینین. بگو. به خدا نگی نمیره. بگو. از طریق هم آگلوتینین. پس آنفولانزا یا خانواده ارتومیکسو از طریق هم آگلوتینین به سلول میزبان وصل میشن. چی هست؟ به تو چه؟ اینو بردار برو. هماگلوتینین از طریق چی وصل میشه؟ آنتیژن شیفت شنیدی؟ باید یاد آنفولانزا. اصلا این که خانواده آنفولانزا اینقدر داستان درست میکنه به خاطر همین آنتیژن شیفتشه. هی آنتیژناشونو تغییر میدن. مریضی مگه؟ اوکی؟ و همین آنتیژن شیفتش باعث ایجاد پاندمی آنفولانزا میشه. 3 بار اومده بود. خیلی یاد نگیری. پس یه بار دیگه با هم مرور کنیم. آرنه قطعه دی یاد آنفولانزا میفتی. ری اسورتمنت یا بازآرایی ژنتیک نو ترتیب شنیدی؟ یاد آنفولانزا میفتی. سندروم ری دیدی؟ یاد آنفولانزا میفتی. درمانش اوسلتامیویر بود. چیکار میکرد؟ مهار آنزیم نورآمینیداز. از چه طریق وصل میشد به سلول میزبان؟ بگو. نگی نمیرم. هماگلوتینین. آنتیژن شیفت هم داره که باعث ایجاد پاندمی میشود. تمام. هیچی بلد نیستی، این 6 تا نکته رو یاد بگیر و برو سر آزمون. چیزی هم بلد نبودی، با دعای ایشالا نمیاد، برو به استقبالش. کدام یک از موارد زیر بچه‌ها اسفند 403 رو با هم بررسی کردیم. شهریور 403 اون سوال دوباره اومده. پس دوباره با هم مرور کنیم. نکته‌ای نمیاد مگر اینکه مشابهش قبلا اومده باشه. آربو ویروس دیدی؟ یاد چی میفتی؟ اون پشه و تب و اوکی؟ میگه کدام یک از موارد زیر در گروه آربوویروس قرار نمیگیره؟ روتا ویروس، تب دونگ یا دنگ، ویروس نیل غربی و CCHF که میشه همون تب کریمه کنگو. اوکی؟ پشه روتا ویروس از آربوویروس، یعنی ببین تو هیچی از ویروس بلد نبودی، ویروس رو حذف می‌کردی، احتمالاً این سوال رو رد می‌کردی توی آزمون. اما من می‌خوام بگم که به نظرت روتا ویروس که یه خانواده دیگه است جزء خانواده آربوویروس هست؟ طبیعتاً. خب کدام یک از موارد در گروه آربوویروس قرار نمیگیره؟ آقا روتا ویروس یه خانواده دیگه است، چرا باید آربوویروس باشه؟ میگم بعضی سوالاتون همینقدر مسخره است و حیفه که با بررسی سالهای اخیر این سوالات مسخره و این نکات ارزشمند رو از دست بدین. بچه‌ها آدما با یه دونه سوال میتونن بیفتن. پس 5 تا سوال ویروس رو حذف نکنید. اوکی؟ با یه سوال میتونی 2.5% برتر بشی. با یه سوال میتونی 6 ماه عقب بیفتی. روتا ویروس از خانواده رئوویریده است. اوکی؟ که یه ویروس آرنه دو رشته‌ایه که تو درجه اول سیستم گوارشی رو تحت تاثیر قرار میده و باعث اسهال شدید به ویژه تو نوزادان و کودکان میشه. آقا از روتا ویروس و رئوویریده تو فقط این نکته رو بلد باش. آقا روتا آرنه دو رشته‌ای داره. بگو روتا آرنه دو رشته‌ای داره. روتا آرنه دو رشته‌ای داره و باعث اسهال شدید هم توی نوزادان و کودکان میشه. آقا رئو و روتا آرنه دو رشته‌ای دارن.
بگو رئو روتا آرنه دو رشته‌ای دارن. بگو رئو روتا آرنه دو رشته‌ای دارن. نمیگی؟ حلالت نمیکنم به خدا اگه نگی. رئو روتا آرنه دو رشته‌ای دارن. روتا ویروس ژنوم قطع داره، ولی اینو با این اشتباه نگیری یا بچه ها، آرنه تک رشته‌ای قطع برای آنفولانزا و اورتومیکسو بود. اینا آرنه دو رشته دارنان. نگی او آقای فلایی به ما گفته بود که قطع یاد آنفولانزا بیفت. نه، این آرنه تک رشته قطع یا سگمنت است، اما این آرنه دو رشته قطع است. از رئو روتا 2 نکته رو بلد باش. همین 2 نکته 29 بار اومده. چرا نباید یاد بگیری؟ چرا نباید اینا رو به خود ببری؟ رئو روتا آرنه دو رشته سگمنته دارن و عامل گاستروانتریت یا همون اسهال و علم گوارشی در کودکانن. همین 25 بار اومده. اوکی؟ برو بریم. بیا یه بار برات آربو ویروس‌ها یا بیماری‌های ویروسی منتقل از بندپای نوجوانگان رو یه بار برای هم دیگه جمع بندی کنیم. اوکی؟ یک بار برای همیشه. چند روز مونده بازمونت. وسواس نگیر. بوی وسواستون داره میاد. 3 نکته 12 بار اومده رفقا. تب خونریزی دهنده کرمه کنگو که میشه همون CCHF، انتقالش با نیش کنه است، 7 بار اومده. ابولا، این که ابولا، ویروس ابولا از خانواده فیلوه، 2 بار اومده. و بذارید من اینجا بجا کنم. خب و آربو ویروس ها بچه ها عامل تب دانگن. تب دیدی یاد آربو میفتی، یاد پشه میفتی. تب کریمه کنگو دیدی یاد آربو میفتی. شما تب نیل غربی دیدی یاد آربو میفتی. اوکی؟ پشه ها میزدن در میرفتن. کیا لاس میزدن؟ اون موشا. بریم کانال ما هم که حتما داری. به خدا اگه کانالمون رو فالو نکرده باشی حلالت نمیکنم. بریم. شایع‌ترین تایپ های ویروس پاپیلوما مرتبط با خطر بالای سرطان سرویس کدوم بودن؟ آقا گفتم از HPV چی بلد باش. 1. به اپیدرم حمله میکنه. نزدیک بود به اون ویروسی که به گانگلیونا، ممکن بود اشتباه بشه دیگه. یه ویروس داشتیم به گانگلیون ها حمله میکرد، اون هرپس بود. یه ویروس داشتیم به اپیدرم حمله میکرد. اپیدرم خب پاپیلوماه. اوکی؟ اپیدرم پاپیلوماه. گفتیم 16 و 18 اون عدد بزرگا پرخطرها بودن. 6 و 11 اینجا که فکر کنم اصلا نداره جزگزینا. 6 و 11 اون کم خطرها بودن. اما شایع ترین ها و پرخطرها کدوم بودن؟ همون 16 و 18. بچه ها عیناً اون نکته اومده بودا. عیناً نکته ای نمیاد مگه اینکه قبلش اومده باشه. دوباره شایع‌ترین تایپ های ویروس پاپیلوما مرتبط با خطر بالای سرطان سرویس کدام است؟ 16 و 18. میخوای اینو نزنی؟ میخوای رد کنی؟ میخوای اینو حذفش کنی؟ حیف نیست؟ بریم یه بار دیگه با هم دیگه HPV رو با هم خلاصه کنیم، جمع‌بندی کنیم. گفتیم نوع 16 و 18 پرخطر بود برای سرطان، مسئول بیش از 70% سرطان ها بود. گفتیم عدد بزرگا پرخطرن. نوع 1 زیگیل کف پا میداد. زیگیل قصاب دیدی چی میگی؟ نوع 7 و نوع 6 و 11 عدد کما چی بودن؟ کم خطر بودن. بقیه‌اش اصلا مهم نیست. بریم. بیا یه بار برای همیشه ویروس‌های سرطانزا در انسان رو برات جمع‌بندی کنم. 3 نکته است 21 بار اومده. گفتیم نکته ای نمیاد مگه اینکه قبلش مشابهش اومده باشه. یه ویروسی داریم اسمش HTLV1. HTLV1 لوسمی تی میده. بگو به خدا نگی حلالت نمی‌کنم. نگی اصلا نمیرم اسلاید بعد. بگو HT لوسمی تی میده. بگو HT لوسمی تی بالغی میده. تمام. سر امتحان به این فکر نکن HTLV1 چی بود. HT لوسمی تی سل میده. HPV هم گفتیم پاپیلوما، اسم دیگه ای سرطان سرویس یا گردن رحم میده. همین 8 بار اومده. هدفش هم سلول اپیتلیاله. زیبا نیست واقعا که اینقدر نکات ویروس پرتکراره. شایع‌ترین تیپ HPV هم چیه؟ 16 و 18 بسیار پرخطر. همین نکته 6 بار اومده رفقا. بریم. کدام یک از شاخص‌های سرولوژی هپاتیت بی ریسک انتقال رو افزایش میده؟ بچه‌ها یک بار برای همیشه بیاید من براتون هپاتیت بی رو بررسی کنم، با هم جمع‌بندی کنیم.
نه، از اونجایی که آدم بخشنده و سخاوتمندیم همه هپاتیت رو براتون جمع‌بندی میکنم. کانال ما هم که حتما دارید. آقا هپاتیت A یه سری ویژگی‌ها داره، نسبت به شرایط فیزیکی شیمیایی مقاومه. اوکی. خب تو اصلا هیچی از هپاتیت بلد نیستی. تو باید بدونی هپاتیت A آب میخوری منتقل میشه از طریق دهانی مدفوعی اورال فکاله، از طریق دهان از ورودی آب میخوری منتقل میشه. عفونت حاد میده. بگو عفونت حاد میده. اگه بچه‌ها خیلی مهمه ها، 10 میلیون بار امتحانی، اگه واژه بهبود کامل در هپاتیت دیدی یاد هپاتیت آ میفتی. بهبود کامل دیدی یاد هپاتیت آ میفتی. و چون انتقالش دهانی مدفوعیه نسبت به شرایط فیزیکی مقاومه. تشخیصش هم با سنجش IgM. همین دوبار سوال اومده، حیف نیست؟ همین 4 تا نکته رو برات باش، برو کیف کن. به گوسالمون دکتر فلایی بود. هپاتیت B HBS آنتیژن سطحیه. HBS سرفیسه. اوکی. HBS آنتیژن در ابتدای عفونت تولید میشه. اگه جای دیدی باید بگی اوکی عفونت فعال داریم. و دومین نکتهش اینه که آقا HBS آنتیژن رو در تهیه واکسن استفاده میکنیم. HBE آنتیژن بچه‌ها یه دونه کور آنتیژن هم فکر میکنم داریم اینجا، نذاشتم براتون، خیلی مهم نیست. اما ما یه آنتیژن در هپاتیت B داریم که روی سطح ویروسه HBS، یه دونه هم داریم که HBC آنتیژنه. سختش نکن، کور آنتیژن. اوکی. مجموع S یعنی اونی که روی سطح کپسیده، روی سطح ویروسه، و اونی که در درون ویروسه یعنی کور آنتیژن، مجموعشون میشه ای آنتیژن. حالا تو ممکنه بگی که خب به من چه؟ یا حالا شما مجموعشون به چه درد من میخوره؟ مجموعشون نشون دهنده مرحله حاد اولیه است. و چرا مهمه؟ HBE آنتیژن به تو پزشک وقتی نگاه میکنی به تو میگه که ریسک انتقال بیماری چقدر میتونه باشه. به تو این دید، این اینسایت، این نگرش، این لنز رو میده که الان در این بیمار ریسک عفونت زایی، ریسک انتقال چقدره. یعنی مجموع آنتیژن هایی که ما از هپاتیت B داریم در روی سطح و در کور میشه HBE آنتیژن. پس یه بار این سوالو من بررسی کنیم. میگه آقا کدام یک شاخص های سرولوژی ریسک انتقال رو افزایش میده؟ اصلا دنبال این ریسک انتقال است. پس HBC آنتیژن به کارت نمیاد، S آنتیژن به کارت نمیاد، HBE آنتیژن که مجموع C بود و S. حیف اینا رو نزنی ها. آها، هپاتیت B دی ان ای حلقوی داره بچه‌ها. دی ان ای حلقوی دیدی یاد هپاتیت B میافتی. همین دوبار سوال اومده. واکسن نو ترکیب داره. واکسنش هم گفتیم از چی تهیه میکنن؟ از همین HBS آنتیژن. اوکی؟ HBS آنتیبادی خب در واقع یه چیزی متضاد این HBS آنتیژن که بعد از بهبودی کامل یا بعد از واکسن، بچه های مهمه، بعد 10 میلیون بار امتحانی ها، بعد واکسن مثبت میشه. اوکی؟ یعنی فرد ایمنی داره. HBC آنتیبادی چرا میتونه برای تو مهم باشه به عنوان پزشک؟ ممکنه یکی بیاد به تو بگه من هیچ وقت هپاتیت B نگرفتم. چه آزمایشی درخواست میکنی؟ میگه من هیچ وقت هپاتیت B نگرفتم. من اینجوری هم که یه HBC آنتیبادی بده ببینم هپاتیت B بغلت رد شده یا نه. در حین آلودگی و بعد از بهبودی کامل مثبت میشه. نشانه عفونت قبلی با HPV. آقا HBC آنتیبادی همون کور آنتیبادی دیدی، باید به این فکر کنی که ببین تو هپاتیت B قبلا گرفتی، هاشا نکن. ولی HBS آنتیبادی اون آنتیژن سطحیه رو اگه داشت ممکنه واقعا بنده خدا هپاتیت B نگرفته باشه، یا بهبود یعنی یا گرفته خوب شده، یا ممکنه فقط صرفا واکسن زده باشه. اوکی؟ ولی HBC آنتیبادی دیگه اون آدمو لو میده. اوکی؟ پس در حین آلودگی و بعد بهبودی کامل مثبت میشه. بچه‌ها 10 میلیون بار امتحانی، اینو گوش کن. اگه من به شما بگم که HBC آنتیبادی بعد از واکسن در بدن بیمار مثبت میشه، تو چی میگی؟ اوکی؟ بعد بگی که نه، HBS آنتیبادی همونی بود که در تهیه واکسن اثر داشت و HBS آنتیبادی
همونی بود که بعد واکسن مثبت میشد، اما HBC آنتیبادی ربطی به واکسن نداره. بچه این نکته رو فکر میکنم امسال بهتون میدن، جدی بگیر. اگه بهت بگن HBC آنتیبادی بعد واکسن مثبت میشه، احتمالاً سر امتحان اشتباه میزنی. همینو همینجا یاد بگیر. HBS آنتیبادی چون از طریق تهیه واکسن هم به بدن بیمار منتقل میشه، ممکنه اون آدم اصلا هپاتیت بی نگرفته باشه، اما HBC آنتیبادی یعنی قطعاً هپاتیت گرفتی. بریم هپاتیت دی و سی. رفقا هپاتیت بی با دی همراهی داره. بچه‌ها دی با بی همراهی داره. چرا؟ چون آنتیژناشون شبیه همه. HBS آنتیژن. آ و ای، هپاتیت ای رو اصلا هیچی نمیخواد ازش بلد باشی، فقط بدون عین آ که با آب منتقل میشد، آ و ای عفونت حاد میدن. دوتاشون هم اونایی که عین هم عفونت حاد میدن، دوتاشون هم اورال فکالن، دوتاشون هم انتقال دهانی مدفوعی ان. اوکی؟ خانواده سی از خانواده فلاویه. فکر میکنم این همین دوبار اومده بود، همین خانواده فلاوی. و سی سرطان زای. بگو سی سرطان زای. بگو سی سرطان زای. بگو سی سرطان زای. پس هپاتیت سی بچه‌ها اول حرف سرطان کنسر دیگه. سی سرطان زای. اوکی؟ بی و سی هم عفونت مزمن میدن. اگه من به تو بگم کدوم حادن، میگی چی؟ آ ای، همونایی که از طریق آب منتقل میشدن. اگه بهت بگم کدوم مزمنن، تو میگی بی و سی. تو میگی بی و سی، دوتاشون مزمنن. سی سرطان میدن. تمام. کدام یک از شاخص‌های سرولوژی هپاتیت بی ریسک انتقال افزایش میده؟ گفتیم کدوم مجموعه دوتا آنتیژن بود؟ HBC آنتیژن رو جمع میکردی با HBS آنتیژن میشد HBE آنتیژن. چرا مهمه؟ چون به تو ریسک انتقال نشون میده. همین. تمام. سختش هم. قانون ما هم که داری. فرآیند اتصال ویروس HIV بر اثر برهم کنش کدام یک از پروتئین‌های زیر اتفاق میافتاد؟ بچه‌ها شما اگه یک نکته از HIV میدونستین، با حذف گزینه رو تموم میکردین، مثلا فکر نمیکردین به قسمت دومش. اوکی؟ حالا چیه؟ CD4 GP120. GP120 هایی باید بلد باشی. خواهی یاد بگیری، خواهی 200 چی باش یاد بگیری. ولی تنها نکته‌ای که باید بلد باشی اینه که ویروس HIV از طریق CD4 وصل میشه به میزبانش. چی؟ CD4 CD4. اوکی؟ بیا یه بار برای همیشه ایدز و لنتی ویروس رو برات جمع‌بندی کنم. 5 تا نکته 15 بار اومده. چرا نباید یاد بگیری؟ نخوندی؟ فدای سرت. اینا رو یاد بگیر. ایدز و لنتی ویروس ها به عنوان یک خانواده ژنوم دیپلوئید دارن. دوبله. ایدز دوبله. بگو ایدز دوبله. بگو ایدز دوبله. ژنوم دیپلوئید داره. ژن کد کننده پروتئین گگ، یادتونه که پروتئین مرکزی و ژن گگ، یه چیزی با هسته بخوری اوکی. ژن کد کننده پروتئین گگ چیه؟ P24. 3 بار اومده رفقا. گیرنده CD4 به HIV وصل میشه. تست بچه‌ها 1000 بار امتحانی. به نظرم این تست امسالتونه. تست تاییدی ایدز تاییدی. بچه‌ها کلمات مهم منگاهی. تاییدی وسترن بلاته. اگه به شما بگه که تست تشخیصی HIV چیه، شما میگید الایزا. بگو الایزا. الایزا تشخیص میده برات، وسترن بلات برات تایید میکنه. رفقا من همینجا یه نکته رو به شما بگم که پزشکی همش مفهومی نیست. پزشکی بخش زیادیش حفظیاته. شاید بتونی بخشی جزئی محدود معدود رو ازش بفهمی، اما همش رو نمیتونی بفهمی. گاهی باید فقط حفظ کنی. این اگه کسی به شما گفت من پزشکی رو فقط مفهومی به شما درس میدم، اول باید به این فکر کنی که کجا میخواد ببرتت، باید به این فکر کنی که چی میخواد بهت بفروشه. و من میخوام بگم که گول این بازارگرمی‌ها رو بچه‌ها نخورید. من خودم با آدمی که به من میگه پزشکی رو مفهومی به درس میدم نمیتونم ارتباط برقرار کنم و نمیتونم بهش اعتماد کنم. پس اینو بپذیریم که باید حفظ کنیم و این عادت حفظ کردن روزانه
باید در روزمره ما جای خودش رو داشته باشه. اگه میخواید اذیت نشین، تا الان درس نخوندین، فدای سرتون. از این به بعد جون مریض ها در دستان شما قرار میگیره و نمیتونید داستان اینجوری پیش ببرید رفقا. باید روزانه بخونید و باید روزانه حفظ کنید. اوکی؟ داروی رلتگراویر باعث جلوگیری از تکثیر ویروس میشه با مهار اینتگراز. یادتونه دیگه داشتیم اینو. داروی رلتگراویر، حالا اینو یه براتون بزنم اینو ببینید. ژن پول گفتیم همچنین پروتئین‌های دیگری مثل پروتئاز و اینتگراز رو هم کد میکنه. این نکته باید ته ذهنتون باشه که ژن پول درست بود که عامل بیان پروتئین ترانسکریپتاز معکوس بود، درست بود که آرنه تک رشته رو داره تبدیل میکنه به دی ان ای دو رشته که میتونه وارد ژنوم سلول میزبان بشه و ژن پول پروتئاز و اینتگراز رو هم کد میکنه. حالا گفتیم داروی رلتگراویر چیکار میکنه؟ میاد اینو مهار میکنه. داروی رلتگراویر باعث جلوگیری از تکثیر ویروس میشه با مهار اینتگراز. اوکی؟ پس داروی رلتگراویر چون اینتگراز رو مهار میکنه جلوگیری از تکثیر ویروس رو هم داره رفقا. اوکی؟ تست تاییدی چی بود؟ بگو. وسترن بلات. بگو. وسترن بلات. اوکی؟ اگه بهت گفتن تست تشخیصی میگی الایزا. اینو نیست. اگه دارید نوت برمی دارید حتما بنویسید. تاییدی وسترن بلات، تشخیصی لایزا. کانال ما هم که داریم. اوکی، اینجا یه نکته خیلی باحالی براتون نوشتم که به نظرم میتونه نکته سوال امسالتون باشه. فرآیند اتصال ویروس HIV بر اثر برهم پاشا کدام بود؟ هیچی از HIV بلد نبودی، فقط میدونستی به CD4 وصل میشه. همین. از کل HIV فقط همینو بلدی. با رد گزینه رو فقط میتونید اینو بزنید. این CD8 بود گزینه چهارم، CD155، CD21، CD4. مثلا قسمت دومش هم بلد نیستی. با حذف گزینه میتونید اینو بزنید. این مهمه. گیرنده CD4 فقط روی سلول T نیست. روی ماکروفاژ هست، روی سلول دندریتیک هم هست. ممکنه یکی از سوالای ایمونو امسالتون اصلا همین باشه که آقا گیرنده CD4 روی کدوم سلول نیست. 3 تا هست. این 3 تا رو باید بلد باشی. لمفوسیت T، ماکروفاژ، دندریتیک، سلول عصبی. اوکی؟ پس اگه بهت گفتن گیرنده CD4 رو کدوم نیست، باید اون 3 تایی که هست رو بلد باشی. سلول T، ماکروفاژ و سلول دندریتیک. اوکی؟ برو بریم. اینجا هم یه شکل براتون گذاشتم، کیف کنید. به خدا ما یکی از استادامون برامون شکل نذاشته بود. فقط اسلاید انگلیسی. برو بریم. اما دانشجو هم انتظار دارن که بفهمید. این ویروس HIV خوشگله بلا. این گلیکوپروتئین 41 که میگن گلیکوپروتئین GP41 اینه. نوش GP41 آقا 3 تا ساقه است. یه ساقه 3 تیکه‌ایه. این روش چیه؟ GP120. اوکی؟ این 2 تا گلیکوپروتئین روی سلول HIV. GP41 GP120 3 تا ساقه است دیگه. 41 ضرب در 3 تقریبا 120. اوکی؟ پس روش میشه 120. حالا HIV چجوری وصل میشه به سلول میزبان؟ CD4 وصل میشه به سلول CD4 رو. اوکی؟ اینم برای اینکه خستگیتون در بره. خب تقریبا دیگه کارمون تموم شد. از اینجا بعد فقط میخوام براتون تبلیغات کنم که رفقا شوخی کردم. مرور کنیم چیا خوندیم تا الان. HIV شکلش GP41 GP120 41 ضرب در 3 120 از طریق CD4 وصل میشد. ایدز دیپلوید بود. ژن کد کننده گگ P24، گیرندش CD4. تست تاییدی وسترن بلات. تست تشخیصی رفقا سوال امتحانتونا. بگو الایزا. رلتگراویر کارش چی بود؟ مهار اینتگراز. رلتگراویر اینتگراز. بگو. به خدا نگی یاد نمیگیری، منم حلاله. بگو. رلتگراویر مهار اینتگراز. خب HBe آنتیژن گفتیم مجموعه SOC بود، ریسک انتقال نشون میداد. گفتیم عفونت مزمن تو هپاتیت دیدی میگی چی؟ عفونت مزمن دیدی میگی بیوسی. هات دیدی میگی بگو آ و ای.
ای از طریق آب منتقل میشد، دهانی مدفوعی، پس آ و ای احتمالا به شرایط فیزیکی و شیمیایی مقاومن، چون از طریق اسید معده دارن میان جذب میشن بیمارمون میکنن، پس اسید معده براشون شوخیه. سی سرطانزا بود و سانوبه فلاوی. دی خیلی ویروس بی وجودیه، فقط با بی فعال میشه و همراه میشه و فقط هم با اون داستان درست میکنه. از اون آدمایی که بدون رفیقش دعوا نمیکنه. رفیق دی هم کیه؟ بی. دی به تنهایی کاری انجام نمیده رفقا. HBS آنتیژن گفتیم در تهیه واکسن بود. ای مجموعه S و C بود، نشون دهنده مرحله اولیه و ریسک انتقال بود. HBS آنتیبادی بعد بهبودی کامل بود یا بعد واکسن، یعنی اگه یه نفر HBS آنتیبادیش مثبت بود نگو تو قطعا هپاتیت بی گرفتی، نه، ممکنه صرفا فقط واکسن زده. HBC آنتیبادی کسی اگه مثبت بود بگو ای کلک تو قطعا هپاتیت بی گرفتی، دروغ نگو. دی ان ای حلقوی دیدی یاد هپاتیت بی میافتی، واکسن اون ترکیب هم دیدی یاد هپاتیت بی میافتی. واکسنش از طریق چی تهیه میشد؟ HBS آنتی ژن. گفتیم ویروس آ چون اورال فکاره عین ای به شرایط فیزیکی و شیمیایی مقاومه، تشخیصش با IgM و اگه بهبودی کامل در هپاتیت رو شنیدی، گفتم آقا یه نفر هپاتیت گرفته کامل خوب شد، تو میگی آه. پس اگه بهبودی کامل دیدی میگی هپاتیت آقا ویروس های سرطانزا HDLV چی بود؟ تی سلو درگیر میکرد. HPV پاپیلوما بود دیگه، به اپیدرم حمله میکرد. اوکی. و شایع‌ترین HPV هم 16 و 18 بودن، بسیار پرخطر. گفتیم 16 و 18 بسیار پرخطر. عدد بزرگا کم خطرها کدوم بودن؟ 6 و 11 و 9 7 قصابا بود و 9 1 هم کف پا بود. بچه ها این 1 و 7 تا حالا نیمده ها، جدی بگیر. تب خونریزی دهنده کلمه کنگو دیدی، همون CCH با کنز، آربو ویروسه. ابولا از خانواده فیلوه. آربو ویروس دیدی کلا یاد تب میفتی که عامل تبه دانگه. آربوها اول یاد پشه میفتی، بزن در روها اینا. لاس شنیدی میگی ای بابا این موشو داستاناش. رئو روتا گفتیم RNA دو رشته دارن. RNA دو رشته سگمنت دیدی میگی رئو روتا، دو تا آر دارن دیگه. رئو روتا RNA دو رشته ای دارن، اما کدوم RNA سگمنت داشت؟ سگمنت یه تک رشته. پس RNA سگمنت شنیدی باید بگی تک رشته است یا دو رشته است. اگه دو رشته است که رئو روتاست، اگه تک رشته است تو میگی قطعا آنفولانزا است. خب آنفولانزا رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. RNA تک رشته قطع دیدی میگی آنفولانزا. نوکلئو کپسید مارپیچی دیدی میگی آنفولانزا. نو ترتیبی ژنتیکی دیدی، ری اسورتمنت دیدی میگی آنفولانزا. سندروم ری دیدی میگی آنفولانزا. درمان آنفولانزا چی بود؟ گفتیم 48 ساعت اول باید بدیم بعد شروع علائم اوسلتامیویر که خاصیت نورآمینیدازی داشت، یعنی مهار می‌کردیم در واقع. از چه طریق به سلول میزبان وصل می‌شد؟ بگو. هماگلوتینین. بچه‌ها این نکته مهمیه ها، تو بالینم مهمه ها، کم اومده ها، این سوال امتحانتونه ها، 1000% امتحانی. بگو. از طریق هماگلوتینین وصل میشه. آنتیژنیک شیفت هم دقیقاً گرفتاری ماست با آنفولانزا، این هر سال یه آپدیت میده. خب تمام رفقا. خب امیدوارم که کانال مال فالو داشته باشین، امیدوارم که این 48 دقیقه این 50 دقیقه بتونه بهتون کمک کنه، آزمونتون رو پشت سر بزنید. امیدوارم این لنز برای درس خوندن رو گرفته باشین که لزوماً نباید مطالب رو خیلی عمیق حفظ کنید، چون که اینقدر مطالب گسترده است رفقا، آدم نمیدونه که باید به کجا توجه کنه. و یه آقایی هست که سلطان حافظه در جهانه، این آدم میتونه 1796 تا عکس رندوم رو بهش بدی و این آدم برای تو به ترتیب اینا رو مرتب کنه. و یه قلقی داره این سلطان حافظه در دنیا که رکورد گینس هم داره و
قلقش اینه که اطلاعات رو به شکل نامرتبط به همدیگه تگ میکنه. این اگه 1700 تا عکس به این آدم بدی، این آدم تصور میکنه که در خونه مادر بزرگشه، تصور میکنه که این عکس‌ها رو دونه دونه داره میچسبونه به حیاط خونه، بعد تصور میکنه که حیاط پر شده داره وارد آشپزخونه میشه و اینجوری این آدم 1796 تا عکس رو برای تو مرتبط میکنه. خب راجع به رودکلاب خلاصه بهتون بگم که آقا رودکلاب اولین کلوپ دانشجویان پزشکیه با منتورینگ حرفه‌ای. اگه برای استریتی یا برای تخصص تلاش میکنید، ما دوراهای حرفه‌ای و کاملی داریم که میتونیم در وقتتون صرفه‌جویی کنیم، میتونیم بهتون کمک کنیم که خیلی سریعتر این مراسمات رو برگزار کنیم. برگزاری کلاس‌های خصوصی شب امتحانی که به به دکتر آرش حسن‌پور که استادشه، مربیگری و بهبود نمرات و معدل. اگه به شکل مزمن در روزمره‌تون در فصل‌های تحصیلیتون خواستید ما رو داشته باشین، حتما به رودکلاب سر بزنید. و میگم هدف رودکلاب اینه که به شما بفهمونه که پزشکی یک مقصد نیست، یک مسیریه که باید در روزمرت داشته باشیش. یه استادی داشتیم خیلی حرف جالبی میزد، میگفت که به نظرتون آرتیست کیه؟ به نظرتون هنرمند کیه؟ و هر کسی یه جواب میداد، میگفت آره کسی که هنر داره، کسی که جوشش احساسات. و اون آدم گفت نه، آرتیست کسیه که هنر در روزمره‌اش حضور داره. حالا من سوالم از شما اینه که پزشک کیه؟ دانشجوی پزشکی کیه؟ کسیه که پزشکی در روزمره‌اش حضور داره. پس رودکلاب یک مسیر، یک مقصد نیست و یک قرص باور نکردنی هم نیست، یک مسیر. دعوت به همکاری میکنیم برای سفیر برندمون. اگه دانشگاهی هستین که هنوز عضو رودکلاب نیستن، میتونیم به عنوان کار دانشجویی با هم دیگه همکاری کنیم که اطلاعات بیشترش قطعا در کانال هست. بچه‌ها میتونید پول در بیارید در کنار درس خوندن و اگه تمایل دارید در کنار درس خوندن، در کنار داشتن یک کار معنی دار پول هم در بیارید، رودکلاب جای شماست. قانون طلایی رودکلاب چیه؟ حتما باید پادکست گوش کنی که پادکست بی‌نظیریه، به درد کل امتحانت میخوره و خیلی هم زمانتو نمیگیره. هدایای رودکلاب، بچه ما یک کپسول ویروس داریم که توی 5 صفحه همه نکات پرتکرار ویروس رو بررسی کردیم. این اصلا جز فایل رایگانمون نیست، ولی من از دکتر آرش حسن‌پور خواهش کردم نزدیک امتحانتونه این فایل رو در اختیارتون قرار بده و امیدوارم که استفاده کنید و کیفشو ببرید. این دنیا پر رنج و عذاب رفقا و چی میتونه واقعی تر از رنج و عذاب باشه؟ به نظرم متضاد درد و رنج لذت نیست، عشق، به خدا که عشق. و این دنیا پر از رنج و عذاب. عشق یعنی بتونیم از رنج همدیگه کم کنیم و من در روزهای پایانیتون با عشق، با همه وجودم، با همه خستگیام که تازه از کشیک رسیدم، سعی کردم این ویدیو رو براتون تهیه کنم که به کارتون بیاد و کمی هم از رنجتون کم کنم. پس اگه این ویدیو، اگه این 50 دقیقه بهت کمک کرد، خواهش میکنم به دوستات کانال ما رو معرفی کن. برای تو زحمت زیادی نداره ولی این کارت برای ما بسیار ارزشمنده. پس دوباره میگم این دنیا پر از رنج و عذاب. عشق یعنی بتونیم از رنج همدیگه کم کنیم و امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه که از رنج تو کمی کم کنه. دوستتون دارم. دکتر بنیامین فلاحی، اینجا رودکلابه.